چقدر جوان جنازه میکنیم. خوب برادرای عزیز، اکنون 15 دقیقه وقت دیگه دارم، میخوام سوالا به نهایت بسیار است، نمیتونم همه را جواب کنم. جمعه آینده هم سوالای شما را جواب میکنم، لیکن حد الامکان 15 دقیقه جواب میکنم و به همین بعد دعا میکنیم ان شاء الله. خب السلام علیکم بابا جان. میگویند که عروس نو طفل نوتولد شده شیله میشنن که کسی اونها را نبیند. آیا این راست است یا نه؟ نه، این دروغ است برادران. این شیله اصل شرعی نداره. این کدام هموش صغیری نوشهی هست که میخواد که بیزنش دور نرود و همین لخیگریه کرده گوشی نپشه مثلا زن گفتی 40 روز میشنی 50 روز میشنی گوشی نگی قولای دروغ حلقه گوشی مردم نکن. در تاریخ ها میخوانه در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اصحاب هست که به نام خب غسیل الملائکه، یک ملائکه هست که به نام یک صحابه به نام غسیل الملائکه مشهور است در تاریخ اسلام. این صحابه زن گرفت مثل جوانای نوبانی، زن گرفت که چیله نشی، زن گرفت همین بگه زن شاور شب اول پیش خانم درآمد. خب یکان خولیگری کرد نکرد که سحر بود که گفت حی علی الجهاد. بلال رضی الله عنه صدای گرم داشتی که مردم به جهاد حنین بود، کلام جهاد دعوت کرد. غسل نکرده خیلی جامعش پوشید دوید و رفت. چیله نشی، همون صدای جهاد شنید، همون دوید، همون جنوب دوید رفت. میدان جهاد درآمد که با تقدیر الهی شهید شد. جنوب بود، شهید شد. رسول اکرم میگن مدید ملائکه از آسمان آمدن، پروردگار پرده ها را از پیش ما برداشت، ملائکه ها غسلش کردن. این را من به چشمش سرم دیدم گفت پیغمبر خدا. به این خاطر در تاریخ اسلام غسیل الملائکه گفتن صحابه که مشهورند که او را غسلش ملائکه ها در میدان جهاد را آوردند. او چیله نشید. بنابراین زن گرفته با 40 روز گیری همون از حلقه نزنی بیسی را کار کن، روزا را کار کن، درس نخوان، مکتب نخوان، خدای که گردی با هم اتیوپیا نزدوشش کرده با که ندارم اگه باید غیرت خودت نگراشم. السلام علیکم بابای دنبال. نماز قصر را چگونه بخوانه؟ در باب قصر هم چند بار صحبت کردگی هم برادرای عزیز. فتواها هر خیلی برآمدگی است. اصل مذهبی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه 120 کیلومتر روشن است. حالا این 96 کیلومتر هم گفتیم این فتوای محمودی و دیگرها. لیکن ما که مذهبی هم از 120 کیلومتر روز مسافر میشه. 100 کیلومتر خلاص یک سفر کنیم مسافر میشیم. در این 100 کیلومتر نیت شما اگر ای 15 روز کم باشد شما مسافری، لیکن از 15 روز بالا باشد شما مقیمه. همون نمازایی که در راه میخوانی را قصر میخونه، پس در جا تا که رسید مقیم میشه. اما وقتی از 15 روز پایان نیتش سفر شما، پس نمازها را قصر. نماز قصر از 3 نماز میشود، یک پیشین، یک عصر، یک خفتن. ویتر واجب هم میخونه. اگر در مقصد از پرسیدن شما خواندن سنت ها باشد، پیغمبر خدا نفلا را خواندن چی جای سنت ها. شما اگر سفرتان یگان خینه نداشته باشد، مشکلی نداشته باشد، در راه نباشه، سنت ها را خانه خوبتر در خانه در مسجد هر جا باشد. لیکن اگر در سفر باشه، در حالت راه باشه، فرضا را قصر کنی بس کفایه میکنه، سنت ها را نخونه میشه. السلام علیکم بابای داملا. من یک مخلص شما از حسار 40 سال عمر دارم، صاحب 4 فرزند، اما خدا را شکر که 2 ماه می شود که فشار خونم بلند شد، دست و پایم را فلج کرد. مرا از آمدن به نماز جمعه نماز شما باز داشت. پروردگار تو را شفا دهد که دوباره باز و پاد خیزی مسجد ما بیاید جمعه خوانیم. اینم که باشد خواست خدای شأنها از خوشا به حالت که از خدا دیدی. بابا جان، من با این تن بیمار از خدا خواستم که خداوند پدر و مادر شما را رحمت کند و جایشان را جنت گرداند. خداوند تو را به حرمت همین دعات که از خداوند خواستی پدر و مادر ما را جاشان را جنت کند. خدا پدر و مادر تو را صاحب رحمت و صاحب جنت کند و تو را شفای کامل، شفای عاجل نصیب گرداند و شما را و اهل بیتتان را از جمیع بلاها نگه دارد. آمین.
سوال یکم، من از سبب بیماری نمیتونم که نشسته قرآن خوانم. آیا بالای صندلی یا کرسی نشسته قرآن خوانم میشود؟ آره میشود برادر عزیز. از ضرورات تبیح المعذورات. شما ضرورت از شما فلج از پاهاتان شیشتگی نمیتونید، میتونید در راست کشیده خانه، میتونید تکیه کنید در دیوار خانه. هر حالی که شما در مناسب است سبب آزار شما نمیشود، شما میتونید قرآن تلاوت کنید، زیرا در اسلام حرج نیست برادر عزیز. دویم، کدام کورها در روز قیامت باز کور میخیزند؟ کدام کورها کور میخیزند؟ این گپ نادرست است، اما همون کوره که در دنیا بینا بود و با چشم بیناش خدا را عبادت میکرد و بندگی میکرد و اطاعت پروردگار میکرد، عملهای صالح میکرد، با اون چشمکای بینا قرآن میخواند، با اون چشمکای بینا مسجد میآمد، با اون تن صحت سالمش عبادت خدا میکرد. اگر مبادا با مرور زمان کور شوند، روز قیامت اینها با دیدن جمال پروردگار بینا میخیزند. این بنده های صالح خدا از دیدن جمال پروردگار شاد میشوند و چشماشون بینا میشوند. اما او کوره که کور میخیزند او کافران، او منافقان، او مشرکان، او بینمازان، او جنایتکاران خدا کور میخیزند، به خاطر که اینا جمال خدا را نبینند، از جمال خدا محرومند. لیکن خداوند مقدر هر خیلی که به دنیا آورده یک روز قیامت همون خیلی از قبر میخیزانند، اما این کافران و منافقان حتما کور میخیزند. این بدبختان اینا از جمال خدا محرومند. سلام علیکم داماد جان، در حق من دعای میکردید با مهربانی که خداوند پروردگار را به این برادر فرزند عنایت فرما که مثل حضرت اسماعیل باشد. دادن فرزندم برای خدا کینی نمی کند. السلام علیکم شمی خواهی خداوند شما را نگه دارد. من یک سوال دارم. یکم، من در کارخانه کار میکنم که به خانم نزدیک است. آیا سنت پیشین در خانم خوانم و رفته فرد در کابینتم خوانم جایز است یا نه؟ زیرا میگویم که بعد سنت خواندن گپ زدن سنت بیکار میکنن. نه، سنتی تو را بیکار نمیکنه برادر عزیز. چه سنتی بامداد باشد، چه سنتی پیشین با بیکار نمیکند و لیکن سنت در جاش میماند. لیکن گپی دنیا، گپی بیهوده سنتی تو را از ثواب محروم میکنه. سنت خواندگی تو را از ثوابش کم میکنه. اما سنت اگران ساخته شد. رسول اکرم سنتی بامداد رو میخواندن، در حجرت حضرت عایشه صدیقه صحبت میکردن تا وقتی فرض بود بمیرتن فرض در مسجد میخواندن. اما سخن رسول اکرم سخن گاو و خر نبود، سخن کوچه و بازار نبود. با عایشه امر معروف میکرد، سخن خدا میدن. اگر چنین سخنها باشد، نصیحت باشد، امر معروف باشد، ذکر باشد، سنتی تو را باطل نمیکند و ایران نمیکند. اما سخن بیهوده و کوچه و باشد و در این حالت سنتی تو باقی فقط از ثوابش کم میشود. ثوابش السلام علیکم. من در یک جمعه از سخنان شما شنیدم که گفته دختران بی‌حجاب را گرفتن درست نیست. اما من یک زن بی‌حجاب را گرفتم، صاحب حجاب و نماز کردم، با او زندگی دارم. آیا زندگی من با این زن درست است؟ آره درست است. بله من گفتم و بازم میگم که این دخترای فاحشه و کوچه و همین بهتر و بی‌حیا را بچه‌های مسلمان نگیرن. باز این از منبر با گفتم باز نگیرن. اون راهی که خودی باید فاسق بچه را بگیرن تو یک دختر مسلمان را بگیر. هر کس همجنسی خودش بگیره. دویمی که شما از زنی به حجاب و به سطر گریف صاحب حجاب و نماز بارک الله این حکمت کرد. من نگفتم که زنهای به حجاب نگیرن. اگر مثل تو بچه با غیرت باشه، با همت باشه، همین زنهای به حجاب و به سطر کوچگی را بگیره، زن کنه، صاحب شرم و حیا و عفتش کنه، مسلمانش کنه، نمازخوانش کنه، بارک الله گیره، هم ثواب بگیره. همونا اگر صاحب عقل و تمیز شدن، صاحب شرم و حیا شد، شما مسلمان ثواب بگیره. این هم یک نوع دعوتی به خدا است. بارک الله برادر عزیز. شما دعوت نیار و دوستاتون که هم خیلی زمان بگیرن، صاحب ریمال کنن. السلام علیکم بابا جان، من با طهارت بامداد نماز پیشین خوانده میتونم. با طهارت بامداد نماز پیشین خوانده میتونم یا نه؟ خب در وقت یکم سوال شد. بله
اگر شما پیغمبر خدا باید طهارت بامداد نماز خفتنشون رو میخواندن، لیکن اگر شما همین قدرت داشته باشه با قوت باشد اعضای شما شد طهارت بامداد کرده، خواب نرفته، باد نبرآمده است، خون نشده تگاه طهارت هم که نشکسته، میتونه پیشین خانه، عصر خانه، شام خانه، خفتن خانه میتونه شما خوندن. خب لیکن اگر من باید خواب بود یا من باید بگم ناسه کشیدی، سیگار کشیدی، یکم اخمقی دیگه کردیم و این حالت طهارت دست بکن. در وقتی طهارت داشتن خیال میکنم که از پیشم چیزی برآمده است، خبر میگیرم هیچ چیز نیست، آیا طهارتم درست است، طهارتم شکست نه این را وسوسه میگه، با وسوسه نماز فاسد نمیشود. فقیهای ما میگن کسی اگر این درد مبتلا باشد در حالت نماز خواندن هم حق داره، اجازه داره که دست در همون اظهار پیش کنند. اگر بین نوک چیلکش رطوبتون نمی پیدا شده است در این حالت طهارت شکستگی براید. اگر بینه که هیچی نیست خواب از نوک چیلکش به همین چی نماز شد دوام میتونه. وقتی که خیلی کسی داشته باشد خوب شد که بعدی طهارت کردن در همون خشته که ازاش یک پنجه آب پرتاید، آب شفر و همون نمی در بدن شمگیره است، خیالی میکنه که همون تحبوشون تره و همون دیگر چی نمیشه. السلام علیکم دامدو جان، آیا در هوای ازهر خنک و مسجد نرفتن جایز است یا نه؟ یک دلیل نرفتن مسجد همین است. فقیها میگن در حالت مسجد نرفتن اجازه است که خنکی شدید باشد. او خنکی شدید یکوت یا مملکت‌های روسی در ما نیست برادران. او خنکی نیست که اگر تو تا مسجد به خنک زنکن بری. این خنکی ما 60 تا 70 درجه نیست، میتونه که همون مردت کشته بین نماز در مسجد بخوانی. لیکن اگر خنکی شدید که شد که دیگر امکانیتی برآمدن از خانه نباشد و کسل باشه که همون خنکی تو زیان رساند، میلش در خانه خواهیم است. خب در خانه اذان گفته سنتی بامداد خوانده و مسجد میریم برای فرض را خب با جماعت خواندن باز اذان گویم؟ نه، سنت اذان برای سنت نیست. شما در خانه تان وقتی میبینید صبح نمین است میدانه که در ساعت 5:30 مؤذن تان در مسجد اذان میگوید، شما سنت را به اذان خانه سالی بیایید در مسجد ذکر کرده شده، اون مؤذن که اذان که گفت یا گفته باشد برای فرض همون کفایه میکنه، دیگه دوباره در مسجد شما اذان نگوید. برادر عزیزم خب السلام علیکم داملا. السلام علیکم فرزند عزیزم خوریداملا. من یک مرد 70 ساله از رایان رودکی هر جمعه با امید رحمت خدا به این مسجد شما میآیم. خداوند شما را پدر عزیز ثواب و اجر جزیل عطا کند که در این عمر 70 سالگی از رایان رودکی با امید رحمت ثواب خدا میآید. خدا عبادت خدا مسجد شما تا که جمعه خوانم و صحبت شیرینتان را گوش کرده حلاوت برم. من با نصیحت‌های شیرین شما قرآن خوان شدم، اما قرآن کلیدی میخوانم. آیا خواندن قرآن کلیدی ثواب دارد یا نه؟ زیرا علم عربی را نمیدانم. در حق من موسفید دعای کنید فرزند عزیزم. پروردگاری پدر مهربان ما را خدا بازم در این عمری پیران سالگیش که قرآن خوان شده است خدا خواندن قرآن عربی را بلد شدنش نصیب بگردان. پروردگار همون قرآنی که با پیغمبر نازل شد با حرف عربی خداوند زبانش به خواندن همون قرآن جاری گردان. برای تو هیچ مشکل نداره خدایا. دومی که پدر بزرگوار شما اگر در اینجا باشه با کلیلی هم که شما اگر قرآن خوانه ثواب دارد، لیکن اون ثوابی که از حرف عربی میگیرد اون ثواب ندارد. بارک الله. شما خواندن که امید دارم که خدا ثواب بده شما را ثواب خواهی نمیکنه. خب یک سوال دیگه هم میخونم به همین انشاءالله دام میدیم. السلام علیکم بابای جان. ما یک گروه بچه های سوداگری بازار کارون قریب با 20-25 نفر زیادتر هر جمعه از ساعت 12 در مسجد شما آمده از آواز شیرین خدا دادگیتان استفاده میبریم. بارک الله. خدا همه شما را هدایت کند. خداوند شما را و تمام داعی ها را نگه دارد. آمین. ما از شما دو خواهش داریم. یکم اینکه در حق ما یک دعای میکنه که خدا به ما کشایش کار بیاد پروردگارا، نه بلکه سوداگرای بازار کاروان، همه سوداگرای بازار را، چی سلطان کبیر است، چی دیگر است، چی شهر، چی حصار، همه سوداگران و تاجرای ما را خدا برکت در عمر کسب و کارشان نصیب بگردان.
دوم اینکه قصه حضرت مریم رو میکردیم، زیرا شما خیلی شیرین بیان هستید. انشاءالله اگر خداوند جل شأنه بر من رخصت دهد و عمر باقی باشد، اگر بالای این منبر نباشم قصه حضرت مریم خدا خواسته باشد، من یگان ماهی را انشاءالله در برنامه میدارم و همین قصه حضرت مریم میکنم و موافق طلب شما. دعا کنه که خداوند تبارک و تعالی مجلس ما را پرنور بگرداند، الهی رشته محبت و دوستی را میان مسلمانان برقرار بکند، الهی اسلام عزیز در سراسر عالم پیروز بگرداند. خدایا مسجد و مدرسه ها را کشوده و آباد نگه دارد. پروردگارا مملکت ما را با صلح و صلاح و خیر و برکت فیض و فیوزات خویش پروردگارا نگه دارد و دشمنان این دولت و ملت مسلمان را خدا خوار و ذلیل بگرداند. الهی رئیس جمهور کفیل صلح و آرامی این دولت و این ملت هستند که الان شام حاضر برای جشنگیری من این جشن نوروز انا بسیار خرسند و خوشحال هستند. خداوند ایشان را برکت در عمر و کسب و کار و مال و جان و دولت و دولتداریشان خدا نصیب بگرداند. پروردگار هر نقشه های خوبی که برای پیش بردن عملهای این ملت مسلمان، دولت مسلمان، دولت اهل ایمان که همه گویندگان لا اله الا الله محمد رسول الله از رئیس جمهور سر کرده تا پایان‌ترین شخص عادی که مسلمان است، خدا این مملکت این ملت مسلمان را فیض و فیوزات خویشت را در این سرزمین بالای این ملت برسان. از تمام گزند و دردها و فتنه ها و نیرنگ دشمنان خدا این ملت را با رئیس جمهورش خدا محفوظ نگه بدار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته